به نام خداوندی که برای تک تک بنده هاش کافیه. خانم ها و آقایون عزیز سلام. من فرشته خرسند هستم و اینجا کانال فراکوچینگه. گاهی اوقات در زندگی میبینین که یک زن مجبور تنها بیسته، نه به این دلیل که خودش میخواد، بلکه به این دلیل که افراد اطرافش با کیفیت روحش مطابقت ندارن. وقتی تو این دنیا قدم میزنین متوجه میشین که بسیاری از مردم اطراف خودشون رو با دیگران احاطه کردن تا تنهاییشون رو پر کنن. ولی زنی که تصمیم میگیره تنها راه بره، قدرت خاصی رو در زنی میدونه که در تنهایی راه میره. خودکفایی ویژگیه که یک شبه اتفاق نمیافته، بلکه از طریق آزمایش ها و تجربه های مختلف شکل میگیره. و اغلب زنی که روی پای خودش میسته بدون اینکه به شبکه‌ای از دوستانش برای تایید اعتبارش تکیه کنه، فقط زنده نمیمونه، بلکه در حق خودش رشد میکنه. اون میدونه که قدرتش از روابط اجتماعیش ناشی نمیشه، بلکه از درون خودش ناشی میشه. به راحتی نمیشه قدرت استقلال رو فراموش کرد. جمعیت ممکنه سعی کنه که شما رو متقاعد کنه که برای گذروندن زندگی به یک قبیله، به یک سیستم، به یک پشتیبانی و یا خدمه نیاز دارین. اما چیزی که هست اینه که همه ساخته نشدن تا با جمعیت راه برن. زنی که استقلال رو انتخاب میکنه یاد گرفته که به خودش تکیه کنه. چرا که میدونه در پایان روز اون تنها کسیه که از این نوع رابطه واقعا نسبت به خودش راضی یا ناراضیه. اون گاهی توی روابط افراد رو از خودش دور میکنه. این در مورد درک این موضوع. اگرچه روابط میتونن ارزشمند باشن، اما اونو تعریف نمی کنن. اون نیازی به دوستاش نداره تا احساس کنه که مهم و ارزشمنده. چیزی که اون هر روز با خودش هم میکنه، وقتیه که با چالش هایی روبرو میشه، اون به سمت دیگران نمیره. برای پاسخها اون به درون خودش نگاه میکنه، به غرایز خودش اکتفا میکنه، به دانش و تجربیات خودش. این قدرت درونی نسبت به کسانیه که احساس میکنن گم شدن، بدون نظرات و حمایت دیگران میتونن ادامه بدن. وقتی یک زن خودکفا میشه تزلزل ناپذیره. وقتی مردم زندگیشو ترک میکنن از هم نمیپاشه و وقتی با تنوع مواجه میشه متلاشی نمیشه. به جای اون به قدرت درونی خودش، اون چاه عمیق انعطاف پذیری که در طول زمان ساخته، ضربه میزنه. تنها کسیه که میتونه واقعا روی خودش حساب کنه و این بیش از اندازه کافیه. این فقط در مورد تاب‌آوری عاطفی نیست، این در مورد توانایی گذراندن زندگی بدون نیاز به تایید دائمی دیگرانه. اون تصمیمات خودش رو که میگیره مسئولیت اونها رو هم به عهده میگیره، چرا که میدونه که زندگی برای او شکل دادن به استقلاله. استقلال هم یعنی داشتن شجاعت تنها موندن در اعتقاداتش، ارزش‌های او و دیدگاه‌های او برای زندگی استقلاله. گرفتار شدن آسونه تو کارهایی که دیگران انجام میدن، برای دنبال کردن روندها، با جمعیت همراه شدن. اما یک زن خودکفا علاقه‌ای به انجام کارهای آسون نداره. اون برای انجام کاری که براش مناسبه علاقه‌منده. این نوع استقلال مستلزم سطحی از خودآگاهی و اعتماد به نفسه که بیشتر مردم هرگز به اون دست پیدا نمی‌کنن. چرا که اونا بیش از حد به جلب رضایت دیگران تمرکز میکنن. اما زنی که به تنهایی می ایسته آموخته که سر و صدای انتظارات جامعه رو کاهش بده. اون میتونه به صدای خودش گوش بده و به نیازهای خودش گوش کنه و تصمیماتی که میگیره با خود واقعیش مطابقت دارن. این استقلال دقیقاً یک بقا نیست، مهارته. این نوعی توانمندسازیه. زنی با این نوع قدرت درونی میدونه که میتونه در هر موقعیتی که نیازی به تکیه به دیگران برای حل مشکلاتش یا راهنمایی اونا در طول زندگی داشته باشه، میتونه به خودش تکیه کنه. در عوض او راهنمای خودش میشه که مسیر خودش رو ترسیم میکنه و فضای خودش رو در دنیا ایجاد میکنه و این چیزیه که به اون اجازه میده تا رشد کنه. حتی وقتی اون تنها راه میره، یکی از مهمترین جنبه‌های استقلال خود اتکاییه. نه فقط از نظر تصمیم گیری،
در هر زمینه‌ای از زندگی زن خودکفا یاد میگیره که چطوری از نظر روحی و جسمی از خودش مراقبت کنه. اون منتظر نیست که کسی بیاد و اونو نجات بده یا مشکلاتش رو برطرف کنه. مسئولیت خوشبختی خودش رو به عهده میگیره. سلامتی و آیندهش رو به عهده میگیره. این چیزیه که اون رو انقدر قدرتمند میکنه که تحت حمایت هیچ کس دیگه‌ای نباشه. این به این معنیه که اون هرگز دنبال حمایت از دیگران نیست. اما وقتی که به اون کمک نمی‌کنن، اون برای بقای خودش یا احساس خودش به دیگران وابسته نیست. اون زندگی ساخته که میتونه به تنهایی ادامه بده و این یک چیز نادر و قدرتمنده. هرچند این استقلال چیزی نیست که اون رو منزوی کنه، روابط رو تقویت میکنه. اون انتخاب میکنه که چه رابطه‌ای داشته باشه. وقتی یک زن خودکفا باشه، وارد هر رابطه‌ای نمیشه. از روی نیاز یا ناامیدی وارد رابطه نمیشه. اون انتخاب میکنه که چه افرادی رو در زندگی خودش داشته باشه. کسانی که برای اون ارزش قائل باشن، نه به این دلیل که برای تکمیل خودشون به اون نیاز داشته باشن. این باعث ایجاد حس تعادل و احترام در روابطش میشه که بسیاری از مردم هرگز اون رو تجربه نمی‌کنن. استقلال نوعی آزادیه که اون رو از محدودیت‌های دیگران، انتظارات و قضاوت‌ها رها میکنه و به اون اجازه میده راه خودش رو طی کنه. توسط قوس‌نمای درونی خودش هدایت میشه. زنی که واقعاً خودکفاست از تنهایی راه رفتن نمیترسه. چرا که اون میدونه هر کجا که میره خود او کافیست. او همه چیز داره. او به درون خودش نیاز داره تا نه تنها زنده بمونه بلکه رشد کنه. در زندگی اغلب ما خودمون رو درگیر این ایده پیدا میکنیم که هرچه افراد بیشتری رو در اطراف خودمون داشته باشیم وضعیت بهتری خواهیم داشت. اما زنی که تصمیم میگیره بدون دایره بزرگ دوستان راه بره چیز عمیق‌تری میفهمه و میدونه که ارزش روابط با کمیت سنجیده نمیشه بلکه با کیفیت سنجیده میشه. تعداد افرادی که در اطراف خودتون دارین مهم نیست بلکه به عمق معنا و اعتبار زیادی که پس از محبوبیت افراد برای حفظ اصالت شما انتخاب میکنن مربوط میشه. بسیاری از مردم به دنبال محبوبیتن. اونا محافل بزرگ اجتماعی رو تعقیب میکنن به این دلیل که معتقدن به اونها احساس ارزشمندی میده. دوستان بیشتر، گردهمایی‌های اجتماعی بیشتر، اعتبار بیشتری دریافت میکنه. احساس بهتری نسبت به خود دارن، اما این نوع تفکر تنها به ارتباطات زودگذر منجر میشه و فضا رو موقتاً پر میکنه، اما تغذیه عمیقی رو فراهم نمیکنه که دوستی واقعی رو به زنی ارائه کنه که اهمیت کیفیت رو به کمیت میدونه و درک میکنه که زمان و انرژی آموختش متفاوت نیست. دوستی به معنای محاصره شدن نیست، احاطه شدن در میان انبوهی از افرادی که به سختی شما اونا رو میشناسین، بلکه داشتن اون معدود افرادیه که شما رو در سطح عمیقی درک میکنن، که در زمان سختی از شما حمایت میکنن، شما رو به چالش میکشن تا بهتر باشید. زنی که در روابط خود به کیفیت بیشتر از کمیت اهمیت میده به دنبال عمقه که علاقه‌ای به صحبت‌های کوچیک یا تعاملات سطحی نداره. اون هوس گفتگوهای واقعی معنادار رو داره. اون به دنبال افرادی میگرده که اونو ببینن برای کسی که واقعا هست، نه فقط به خاطر چیزی که اون میتونه به اونها ارائه بده. در یک کلام این رویکرد برای روابط قدرت متفاوتی میطلبه. آسونه که زندگیتون رو با آشناهان پر کنین تا افرادی رو در اطراف خودتون داشته باشین فقط برای اینکه احساس تنهایی نکنین. اما دانایی میطلبه تا متوجه بشین که ارتباط واقعی نادره و این چیزی که نمیتونین کسی رو به اون مجبور کنین یا برای رسیدن بهش عجله کنین. زن خودکفا علاقه‌ای نداره به ظاهر متصل باشه. اون به اصل موضوع علاقه‌منده. انتخاب کیفیت بیش از مقدار به معنای اینه که بدونید چه زمانی باید رها کنیم. مواقعی وجود داره که مردم به زندگی شما سرازیر میشن و به همین سرعت از زندگی شما بیرون میرن. این اشکالی نداره. قرار نیست همه بمونن و هر دوستی برای همیشه ماندگار نیست. زنی که ارزش قائله کیفیت این رو میفهمه. اون به رابطه علاقه نداره.
اون به اندازه کافی به خودش اطمینان داره. برای رها کردن چیزی که دیگه با مسیر اون همتراز نیست آماده است. حتی اگه به معنای داشتن افراد کمتری تو زندگیش باشه. این همیشه آسون نیست. مثلا زمانی که سابقه‌ای وجود داره یا زمانی که زمان انرژی خودتون رو صرف کردید. اما تلاش برای اتصال به کارهایی که سمی یا غیر قابل تحقق هستن فقط شما رو عقب میندازه. زنی که اهمیت کیفیت رو درک کرده میدونه که بهتر تنها راه بره تا با افرادی باشه که واقعا به اون اهمیت نمیدن. حفظ آرامش اون مهمتره از حفظ دوستی. این طرز فکر همچنین روشی رو که اون به روابط جدید نزدیک میشه شکل میده. اون عجله‌ای برای دوستیابی، برای پر کردن زندگی با افراد به خاطر ظاهرشون نداره. اون صبوره. او برای شناختن مردم وقت میذاره، برای درک مقاصد اونها و برای اینکه ببینه آیا اونها با ارزش‌هاش همسو هستند یا نه. اون به دنبال کمال نیست، اما اون به دنبال اصالته. اگه توی یک رابطه احساس کنه که مجبور به عدم تعادل میشه، اون از عقب نشینی نمیترسه. اون ارتباط واقعی رو میدونه و نمیتونه جعلی باشه. اون حاضر برای حق صبر کنه. افرادی که وارد زندگیش میشن با ارزش‌گذاری کیفیت به کمیت سنجیده میشن. این زن خود را از فشار برای مطابقت با انتظارات اجتماعی رها میکنه. جامعه اغلب موفقیت رو با توجه به تعداد دوستانی که دارید، با توجه به اینکه هر چند وقت یک بار دعوت میشیم به رویدادهای اجتماعی میسنجه. اما زنی که به کیفیت اولویت میده میدونه که این نوع اعتبار سنجی خالیه. اون نگران حفظ ظاهر نیست. اون روی ساختن تمرکز کرده، روی روابط واقعی تمرکز کرده که به زندگیش ارزش واقعی اضافه کنه. خیلی سپاسگزارم از زمانی که گذاشتید و حرفای منو گوش کردید. خیلی دوست دارم بدونم شما تو زندگیتون، تو آدمای اطرافتون چنین زنی رو میشناسید یا نه، و خود شما اگر خانم هستید چقدر با این زن همسو یا متفاوت هستین. حتما نظراتتون رو میخونم.